نن د افغانو میرمنو په مشکلاتو او د دوی د ژوند په لوړو ژورو له یوې افغان میرمنې سره غږیږو. میگن که خانم‌های افغان نمیتونن که زندگی را خودشان بسازن. امروز با یک خانم افغان در این مورد صحبت میکنیم. Who says that Afghan women cannot make their lives? Let's speak to an Afghan woman about her achievements. Кто сказал, что афганские женщины не могут создать свою жизнь? Давайте поговорим с афганской женщиной. د لندن یوې داسې برخې ته راغلي چې نوم یې ریچمنډ دی. ریچ خو په انګریزۍ کې پوهېږئ چې د شتمن معنا لري، خو زه د یو داسې میلمنه مې داسې څوک ته چې زړه یې شتمن دی او ډېرې کیسې لري، غواړي راته ولیکي. دیبا جانه دا د دې یو بل نوم هم شته، هغه ماما ډیپس ورته وایي. دا چې دا څه معنا لري دا به خپله راته ووایي. زما د دې مرکې دلیل دا دی چې دا په خواله رسنیو کې ډېر مثبت پیغامونه خپروي، خصوصا نن سبا خو دا ټیک ټاک ډېر دود دی. معمولا په زموږ په کورنیو کې زموږ میرمنې او خویندې او لوڼې دا ټولې ګوري. نو د دې لپاره دا زما دپاره په زړه پورې وه چې دا میرمن پیدا کړو او دا خبرې ورسره وکړو چې نن سبا معمولا په ټیک ټاک کې منفي پیغامونه ډېر دي، ښکنځلې دي، چټیات دي، بدې خبرې دي او دا یو ډول بازار یې پیدا کړی دی. زما هدف دا و چې دغه بازار سړی په یو مثبت لوري واړوي د ټیک ټاک په نړۍ کې. دیبا جان چې تخلص یې ماما ډیپ دی. دیبا جان اول خدا راته چې ولې ماما ډیپ څه معنا؟ ماما دیپ ما خو اصلا یک همیشه در زندگی مادر بودیم. از بسیار طفلیت هم تیپ مادرها را داشتیم. یک طفل آرام بودیم، بر کلگی توجه میکردم، مادر کلان من نگاه میکردم. باز من را از ناز ماما دیپ میگفتن در خانه. دیگه وقتی که خواستم که نام ما در تیک تاک تغییر بدم، یک نام دیگه داشته باشم، باز امی نام انتخاب کردم و چون که یک مادر هستم بودیم همیشه امی آیدنتیتیم بوده. او دا د ټیک ټاک ستا پیغامونه هم ستا له نوم سره سر خوري. هغه په دې معنا چې ولې فکر کوي چې نن سبا په ټیک ټاک کې منفي پیغامونه ډېر بازار لري؟ ولې؟ متاسفانه که مردم ما هنوز ایره نمیفهمن که توهین کردن به یک نفر دیگه در این کشور یک جرم است و اونا فکر میکنند چون که در افغانستان هستن از قانون از اینجا با خبر نیستن. معمولا دوار از افغانستان زیادتر میزنن نسبت به اینجا، چون اینجا هیچ کس که زندگی خود، که کریر خود، که آینده خود بازی نمیکنه و در اینجا او برای یک انسان توهین کردن، دو زدن یک جرم است. او را میتونه برای پلیس ببره، نشان بده که یک نفر توهینش میکنه. یعنی یو څوک توهینی کنه د دې معنا دا ده چې هغه عملا نشي کولای چې یو څوک توهین کی، یو څوک تحقیر کی، یو څوک مثلا کلافي ورته وایي زه سزا درکوم، عملا دا کار نشي کولای. وام است یکی چون امول از امون نفر خودم در احساسش در چی می باشه، در یک درد می باشه، در یک مشکلات می باشه و دفعتاً که یک چیز را می بینه سرش هیچ خوش نمی خوره و خود می بینه که در اونجاست یک نفر دیگه در آرامش است، در یک جای است حسابش خراب میشه دو میزنه. او شاید منظورش به اون نفر هم نباشه کوره دو بزنه، اما احساس درونی که خودش داره اما احساس خود بیرون میکنم. سوال دیگه هم است که چرا همین مسائل منفی، دشنام و من نمیفهم مسائل مسخره و اینا در تیک تاک بازار دارن، مارکت دارن، بیننده دارن و مسائل مثبت کم داره؟ چرا؟ چون ما زیاد از جنگ خسته شدیم، از قصه تراژدی خسته شدیم، هیچ برازو راه حل نداریم، به مشکلات خود راه حل نداریم و مشکلات فکر میکنیم که از بدبختی یک نفر در مشکلات می باشه و او را بسیار منفی میبینیم. اگر ما مشکلات مثبت ببینیم بگوییم که نه، سر هر انسان مریض میشه و یک روز خوب می باشه، یک روز نمی باشه و راه حل بر از او ما داشته باشیم. چون راه حل نداریم، بر ما همیشه گفته شده چوب طبیعی گپ نزن، یا ای که او را گفته که تو که مشکل داری تو دیگه بدبخت هستی و او را کسی که مشکل داره او را بیعقل
ترجیح دادن. از خاطر اینا هیچ خوش ندارن که درباره یک چیز گپ بزنن، میخوان که انترتین باشن هر دقیقه و میگه مشکلات هست ولی خورای حل نداره، خیلی یک ساعت خودت تیر کنیم. این فکر میکنین تنها برای افغان هست یا نه شما به خاطر که دیگه زیاد وقت میشه زندگی میکنین فکر میکنین که مسئله بازار گرم تیک تاک که افغان ها در اوج دشنام میتن دلیلش همین مسائل جنگ است در افغانستان که قدر سالهای دوامدار جنگ بوده و مشکلات بوده، از او خاطر حال افغان ها به اصطلاح یک حالت خشنه که در جامعه حاکم فرما بوده از او خاطر است یا چرا؟ ما اصلا کمیونیکیشن پرابلم هم داریم. ما زیاد در گپ زدن خود خوب نیستیم، چون همیشه از کلانا باید میشنیدیم، همیشه گپای ما زیاد وقت شنیدن همیشه منایس یک طفل و برخورد کمیونیکیشن زود عصبی میشیم و گوش نمیکنیم. زیادترش گوش نمیکنیم. یک نفر که اون نفر چی میگه صبر کنیم، یک چند دقیقه خود آرام کنیم، بعد از او باز پس بر از او پاسخ بدیم که امو از درد خود گپ زده، از چی حالت خود گپ زده، سو حالت از اون نفر نمیفهمیم و از اونمو کمیونیکیشن ما لذت نمیبریم. ما فکر میکنیم گپ که بزنیم باید از دردای خود گپ بزنیم و امور ما میتونیم بسیار حتی درد خودم بسیار به شوخی باید گپ بزنیم. او بخیر زما د دې مرکه یو هدف دا هم چې د باجانه په خپله په لندن کې وسوسیږي او د دې مشکلاتو نه تیره شوې ده. غواړم چې د خپل ژوند او د خپل شخصي مشکلاتو په اړه چې د دې سره او د دې نه اوس تیره شوې ده په دې هم راته وغږیږي. فکر کنم تجربه زندگی شخصی شما هم یک داستان جدا هست که میخوایم سرش حرف بزنیم، از شما بشنوم. برای ما بیشتر قصه کردین که شما در یک حالت بسیار پیچیده و مغلق و سخت بودین ولی فعلا در یک حالت رسیدین که دیگران از خودتان مشوره میخواین. همیشه میخواستم که مقایسه بکنم که چی آرامش یاد دارن که ما نداریم. بازو باعث شد که من کتاب خواندم، رفتم در گروپ خانم مترا بابک 5 سال 6 سال، امرای از اونا حتی مشکلات می دیدیم. باز ما مثل یک پارچه تمثیلی واره تمثیل می کردن که می تنستی ببینی. باز من از اون وقت زیاد علاقه گرفتم که سایکولوژی را بخوانم، ریشه مشکلات پیدا کنم و چون خودم هم یک آدم از اولم آرام بودم، از جنگ بدم میمد که افغانستان ایلا کرده بودم، افغانستان دوست دارم، مردم خود دوست دارم کلگی آرام باشن، کل مردم دنیا آرام باشن، نه تنها افغانستان. خب از افغانستان آمدین طبیعی از خاطر جنگ که افغان ها اکثرا از همون خاطر متاسفانه جنگ در افغانستان دوامدار شد و مردمایی که در این جمعیت اکثرا مهاجرین هستند که از جنگ آمدن، کسایی نیستند که اینا به اصطلاح انگلیسی ها سکیل باشن، یعنی مهارت داشته باشن، مثلا تعلیم یافته باشن که در اینجا کار کنن. عملا از خاطر جنگ اینا در اینجا آمدن و مشکلات طبیعی است که زیاد بوده. برای شما حتما شما هم به اصطلاح مواجه شدین با این مشکلات یا چطور؟ بله طبعا. ما 10 ساله بودم که از افغانستان برآمدم، چند کشور سفر کردم تا بالاخره هندوستان بودیم، پاکستان بودیم، باز جرمنی آمدم. بعد از 5 سال که در جرمنی زندگی کردم لندن آمدم و چند زبان یاد گرفتم، مکتب رفتم، یک بار در صنف بالا رفتیم، یک بار در صنف پایان آمدیم. دیگه کارهایی که شروع کردیم، هر کاری که پیش ما آمده ترجمانی کردیم و در ترجمانی زیادتر یاد گرفتم. در بین پرابلم افغان ها در آمدم چون قصه هایشان شنیدم، مشکلات ها را و دو کلچر تفاوتشان فهمیدم. حتی در گپ زدن که من تشریح میکردم به دکتر یک چیز میگفت، مریض دیگه چیز جواب میداد. از اونجا ما پیدا کردم که ما کمیونیکیشن مشکل داریم، ما غذای ما مشکل است، ما بیخی یک لایف استایل دیگه داریم. چیزی که دکتر میگه او به نظر یک اروپایی از اینجا پرسان میکنه و از ما بیخی یک دنیای دیگه است. از اونجا تفاوت‌ها را فهمیدم و یاد گرفتم. برای ما یک چیز جالب دیگه است که افغانان معمولا در لندن که ما پرسان میکنم از کجا آمدی؟ از هالند. از کجا آمدی؟ از جرمنی.
سوال دیست که در خود جرمنی هم حالت از لندن که بدتر نیست، در هلند هم عینی چیز است، امنیت است، مثلا کار پیدا میشه، حکومت کمک میکنه. چرا افغان که میاد در یک کشور مثلا آرام میشه، جابجا میشه، بعد از 2-3 سال اینا میاد در یک کشور دیگه، بعد از او در لندن خو آخری جای است که میگه می به اصطلاح نعوذ بالله جنت است، میگه در اینجا باید بریم. دلیلش چی است؟ دلیل از این زیاد چیزا میتونه باشه. از خودم شخصا این بوده که ما عروسی کردم آمدم، به این خاطر نبود که من لندن دوست داشتم یا زندگی جرمنی بعدم میامد آمدم. از خودم به خاطر از اینکه عروسی کردم، پارتنرم همیجا زندگی میکرد، از خاطر از اون آمدم دوباره زندگی رو شروع کردم، مگر برام بسیار سخت بود به خاطر از اینکه من در سیستم آلمان عادت کرده بودم. دیگه پس که آمدم باز زندگی را از سر رفیوجی شروع کردم در اینجا و تا که بلد شدم. بسیار تفاوت داره زندگی جرمنی با لندن. دیگه بسیار اول خب بسا برام سخت بود، از سرک تیر نمیتونستم شوم، چون که اینجا باید تیر شوی دیگه از سرک. و من این خود در حالت شما بود نه؟ ولی در حالت افغانای دیگه که ما پرسان میکنم هیچ دلیل هم ندارن. اومدن از هالند خوششان آمدن در لندن. چرا؟ اینجا زیاد خوش دارن که خارجی زیاد هست، جمع و جوش هست و فکر میکنن که نزدیکتر به افغانستان است، مخصوصا ساوتال که اینا شنیدن در ساوتال جایی است که افغان ها زیاد هستند، چون معمولا آلمان و هلند یک کمک آرام است آخرای هفته و مردم هم وقتر خو میشن، شام هم زود بسته میشه همه جایا. باز لندن که شنیدن که تا وقت دکان ها واز است، مردم بیرون میره، هر کس به هر لباس، مولتی کلچر است، زیادتر از خاطر مولتی کلچر هم است. خب یک مسئله دیگه که افغانا در اینجا که میان طبعا میفهمن که از افغانستان خوبتر است، اینجا آرامی است، مثلا حکومت ها کمک میکنن، مسائل کمک های سوشال سکیوریتی که میگن نه، مسائل اجتماعی و اینا. یک مشکل دیگه که اینا پسان متوجه میشن، روبرو میشن که اینا زبان و کلچر و اینا را از دست میتن. فکر میکنی این گپ تا چقدر حقیقت داره و چی میتونه شوه که آدم زندگی که در مهاجرت داره زبان خود کلچر خود نگاه کنن؟ این بسیار زیاد سخت است که من خودم در این مشکلات بودم و وقتی که خودم آمدم خرد بودم، مگر بازم 10 ساله که در افغانستان زندگی کرده بودم زیاد گپا را میفهمیدم. باز او بر من کمک کرده بود که من دو کلچر را میتونستم که دایجست کنم، هضم کنم، احترام میکردم بر دو کلچر، که اگر مادرمشان یک چیز میگفتن و ایجا را میدم که شرایط دیگر رقم از اینجا سیستم است، ای را میفهمیدم و وقتی که اولاد دار شدم برام زیاد دگام کمک شد که من داخل سیستم از اینجا شوم، داخل سیستم شوم و زندگی اولاد من باید تعقیب میکرد. من نمیتونستم اولادم قربانی خودم بکنم، چون من یک قربانی بودم، من در بین 2 جنریشن هستم. من مادرم میتونم درک کنم، اولادم میتونم درک کنم، مگر خودم تنها هستم. به خاطر از این که در کلچر افغانی که می باشم اونا از من زیاد توقع دارن، من باید برشان باشم، گپشان گوش کنم، احترام بکنم برشان، هر چیزی که اونا میگن فامیل میگن من گپ فامیل کنم. دا جالبه ده، ډیره ښه خبره دی وکړه. زما خپله مثلا 2 ماشومان دا ستاسو په حالت کې دي، دوی په 10 کلنۍ 15 کلنۍ کې دلته راغلي دي، دوی د افغانستان کلچر هم ځان سره ساتلی دی، ژبه کلچر او دلته هم باید وساتي. څنګه کولی شو چې دغه تناسب، دغه تعادل، دغه بالانس وساتو؟ فکر میکنم ما زیادتر باید کلچر نه، جنریشن نو باید ما زیادتر گوش کنیم، به خاطر که اینا آینده ساز هستن و ما باید اینا رو کمک کنیم، سپورتشان بکنیم که اینا، ما بازم از افغانستان چیزایی رو دیدیم، خوبی های افغانستان رو دیدیم و خاطرهای خوب داریم. همیشه این نیست که ما در اخبار میشنویم که در افغانستان چی گپ است.
زندگی، خاطره، همه چیز از افغانستان بهتری نداریم، مگر اولاد ما او را نداره. اونا چیزی که در اخبار میشنون فکر میکنن مو افغانستان است، بر از اونا بسیار زیاد سخت است. این حال ما باید کتشان حوصله کنیم، چون که اینا در این کشور کلان میشن، در این سیستم آینده از یاد دست ماست. این حال به خاطر که اینا در یک حالت روانی خراب نرن یا آیندهشان خراب نشه، ما باید یک قربانی دیگه بدیم. شما پیشتر برای ما پیش از مصاحبه برای ما قصه کردین مشکلات زندگی خود گفتین، بعد از او گفتین که ما تصمیم گرفتم که خودم روانشناسی را یاد بگیرم و درس بخوانم و اینا، و این برای شما کمک کرد که از این مشکلات براین. بگوین برای بیننده بگوین چی مشکلات بود و چطور برآمدین از این؟ خب اول خو امی که میگن دپرشن، در پختو که جوار خفگان ورده، خفه سړی خفه ای نه آدم چیز می باشه، غمگین می باشه. یا افغانیش زیادتر ما که در افغانستان شنیده بودم اونا دپرشن قبول ندارن، میگن نه این نازدانه است و میگن که چرا ایجا برق است، عوض گاز است، ایجا بسیار آرامش است، چرا باید دپرشن ایره بگیره. و دیگه ای که در افغانستان دپرشن اونا بیخی دیوانه فکر میکنن که باید او بستر شود و اید درباره از او گپ زده نشه. و ما امی تجربه را کردم وقتی که دکترم مرا دید، اولین باره که من استرس داشتم رفتم مرا گفت تو یک خانم جوان هستی، من میفهمم میتونی از اده کل چیز برایی، من تو را دوا نمیتم، من تو را روان میکنم برای کانسلینگ، روان شناسی، میری یاد میگیری و اولادای تکلان میکنی. باز امو دکتر بسیار زندگی مرا تغییر داد وقتی که مرا روان کرد برای 6 سشن کانسلینگ. از اونجا یاد گرفتم که ما میتونیم گپ بزنیم، مشکلات حل میشه. چرا ما مشکلات میگیم نه باید دربارش گپ زدن نشه، چرا چپ باید بگیری؟ ای احساس انسان است که مریض میشه. یو شی داده چې د افغانانو د کلچر برخه هم یو برخه داده چې ته به مشکلات نه وایې چاته، ته به خپل زړه کې ساتي. ته که چېرته فرضاً دا شرم دی، دا باید چاته ونه وایې، دا د انګریزانو یوه اصطلاح ده وایي تابو ده، تابو. چقدر خودت تانستی این تابو را بشکنی؟ بسیار سخت بود، بسیار زیاد سخت بود، بسیار سر خود کار کردم، بسیار کتاب خواندم، بسیار مشکلات دیدم تا بالاخره که اولادایم کلان شد و از اولادایم یاد گرفتم و این زمان برد. به یک روز دو روز نشد، چندین سال وقت گرفت. حتی یادم یک وقتی که من بخی از گپ زدن مانده بودم، هیچ کس نمیفتم که فکر میکنم من زبان ندارم، فارسی کلگی میفهمه، مگر چیزی که من میخوایم بگویم کس نمیتونه او را بفهمه. و برای روانشناس انگلیسی هم سخت بود که چون دپرشن احساس انسان مریض میشه و احساس بسیار لطیف است و امی احساس من حتی به روانشناس اروپایی گفته نمیتونستم. بعض اوقات فکر میکردم که او خو افغانستان نبوده، او خو نمیفهمه، او هیچ گپ مرا نمیفهمه. زیاد وقتا امی احساس پس میگرفتم که مرا نمیتونه بفهمم، میگفتم کاش یک کس افغان خودم باشه که من امو قصه افغانی خود بر از او بکنم. خدا معمولا د ډاکټران دلته اکثره افغانانو ته په ځانګړي توګه میرمنو ته دا خبره کوي چې ته ډپریشن لري، ته باید راشي چې موږ تا سره کومک وکړو. تفاوت بین خانمای افغانی که در اینجا معمولا برشان دکترها میگه که دپریشن داری و دپریشن خودت چی بود؟ به خاطر که ما در یک سیستم نو میاییم و اینا میفهمن که سیستم چقدر یک سیستم سخت است و مادرها چقدر مسئولیت دارن که اولاد خود باید مکتب ببرن بیارن و سیستم از اینا واضح است که یک مادر کل کار میکنه. یک مادر باید بره درس هم بخونه، کارخانه هم باید بکنه، اولاد خودم ببره بیاره و برای یک مادر بسیار زیاد است. از خاطر وقتی که اونا میبینن که خو اینی از او کلچر آمده، لسان نمیفهمه، خانوادهش پیشش نیست و ای اولادای خودم میبره، حتی اولادش هم زبانش نیست چون اولادش در کلچر دیگه کلان میشه و او را بیاز او احساس میکنه، اتوماتیکلی برش میگه که تو دپرس هستی و چون که او خانم هم نمیفهمه که چی ایره مریض ساخته. و خانمای افغان مکانیزم بسیار خوب دارن و ما در یک زندگی بسیار سختم
کلان شدیم بسیار چیزا را ما مریضی نمیگیریم و امیر ادامه میتیم تا یک وقت میشه که واقعا دیگه باز مریض میشیم. ستا مشوره نور افغان میرمنو ته څه ده ځکه ته له دې تجربې نه تېره شوې که څه هم ستا اوس مثلا سړی دی چې لباس ته څېرې ته ستا خوش ټیپه ښځه یې دا چې ګوري فکر څوک ونه کړي چې ته به ډپریشن ولرې خو ته وایې چې درلودلې که نه خو بیا وروسته ښه شولې ستا مشوره به د افغان میرمنو دپاره څه وي چی باید بکنن که زیر تاثیر دپریشن نبین و غرق دپریشن به صورت دوامدار نشوند؟ بسیار امی که گپ بزنن اول خو کنسلینگ برن برشان باید بسیار امی گپ عادی باشه که هر کس در مشکلات است. چرا از مشکلات ما باید بشرمیم یا بترسیم یا او رو پت کنیم؟ مشکلات رای حل داره، او رو دربارش گپ بزنیم، او رو نوشته کنیم و امرای آدم صحیحش گپ بزنیم، نه امرای آدم غلط. چون بعض اوقات مشکلات هم که کتی یک آدم اشتباه که گپ میزدیم او بر ما زیادتر یک چیز منفی میته، زیادتر هم ما رو مریض میسازه. باز وقتی که یک پروفشنال می باشه اون میفهمه کتی چی گپ بزنه، چی بگوید، راه حل برات میگه و این میتونه کل خانما را کمک کنه. هیچ کدام گپ و خانمای افغان ما کل ما باید یونیتی داشته باشیم. بیایم وقتی که میشینیم که فامیلا 10 نفر فامیل برای نیم ساعت بیان بشینن قلم کتابچه را بانن، امی که آخرای هفته یکی دیگر را میرن میبینن امو روز امو هفته چی مشکلی که اولاد خود دیدن، در زندگی خود دیدن، مریضی خود، اونمو لازم میتونه از یکی دیگر مشوره بگیرن. من فامیلای افغان که صحبت میکنم معمولا در اواخر مشکلات فامیلی زیاد شده، خصوصا طلاق زیاد شده در مابین افغانا. خانم میایه بعد از یک سال مکسیموم یک سال حتی بیشتر از او یا مسئله مالی می باشه یا مسئله فامیلی می باشه بالاخره اینا از هم جدا میشن. چرا اینطور شده در این اواخر دلیلش؟ برای شخص خودم که زیاد شاگردان زنگ میزنن و ایره خودم نوتس کردم که اولین زنگی که میزنن یک گریه میکنن، از مشکلات شخصی خود میگن. این به خاطر است که چون دولت انگلیس میخواد که کل خانما بیرون براین کار کنن، نمیخواین دیگه بنفیت بتیشانه و خانما که میان زود که در سیستم داخل میشن و اولادایشان اینا را زودتر میرسانه. شوهرایشان که از اونا یک ذره وقت میگیره که تا اونا در سیستم داخل شوند، تا که اونا قبول کنن که اینجا یک کلچر دیگه است. بعد از او اینا از او خاطر مشکلات در خانه می داشته باشن که خانم خودم میگم من خب در بیرون میرم کار میکنم تو بیشی اولادا را نگاه کن. باز خانم میگه که نه من خب باید برم درسم بخونم، حالا اولادم مریض میشه، تو خود کار استی، خیلی من ایره که پیش دکتر ببرم مخلصان یاد ندارم، چی بگویم؟ حالا خود ترجمانم نمیخواین. اینی مشکلات هست و خب راه حل چی است؟ چطور میتونه که هم این خانمی که در خانه است این هم زبان یاد بگیره، درس بخونه، بالاخره کاری اگر خواسته باشه بکنه و مرد خانه هم مصروف باشه؟ راه حل چی است به نظر شما؟ امی که خواهش میکنم از کل مردای افغان که اونا ما میفهمم که از مجبوریت ما مهاجر شدیم، میاییم ما پیش انتخاب نکردیم که در کدام کشور میریم کلچر از او را بفهمیم، کدام کار بریم بکنیم، از او کشور ما چی فایده بر خود بگیریم. من ازشان خواهش میکنم که امیر یاد بگیرن به خاطر اولاد خود، به خاطر آرامش خود، به خاطر از که همیشه او خود افغانستان بر مردا سخت بوده که مرد بیرون بود، کل مشکلات سر مرد بود. اینجا امو تقسیم میشه، بر خانمش هم داده میشه، بر ازوام. و زندگی هیچ وقت گارانتی نیست، میتونه امو نفر اکسیدنت کنه. اینال خانم از این خلصان یاد داشته باشه، سودا خو بتونه بیاره، اولادش خو مکتب ببره، ایره خو کدام کس دیگه نمیکنه و ای اگه سیستم خود خارج بسازه خو زندگیش خراب میشه. اینجا قانون است. مخکې ما پوښتنه وکړه غواړم چې بیا هم د خپلې تجربې نه راته وایې تا څنګه دا مشکل حل که تا مخکې وویل چې ځینې کورني مشکلات یې درلودل، له هغه نه وروسته بیا تصمیم دې ونیو چې ته باید ارواپوهنې ته مخه کې کتابونه دې ولوستل، استادان دې لرل. خودت چطور موفق شدی که از این مشکلات برایی؟ من بسیار تنهایی کشیدم، بسیار خود تنها ساختم.
بسیار زیاد و تنها اولادم انتخاب کردم، آینده اولادم انتخاب کردم. به خاطر از این انتخاب کردم که اگر ما گفتم میتونم زندگی پخش و بلندی را زیاد دیدیم، میتونم هر وقت سر پای شوم، هر کارم میتونم بکنم، مگر اولاد ما که در اینجا تولد شده مکتب میره، اگر فاکولته نره، زندگی از این تا آخر خراب میباشه. ما تنهایی را قبول کردم به خاطر آینده اولاد خود که اینال اولادم که در فاکولته است. امروز ما آرام شدم، اینال ما فاکولته میخونم. از این که ما او کار میکنم، کلچر خود قایم میگرفتم، خودم مریض میساختم، اولادم هم به سرنوشت میساختم که رای مرا تعقیب کو، کلچر مرا تعقیب کو. خب آینده از این خراب میشه. امروز ما نمیتونستم برم فاکولته، اولادم هم آینده نداشت. دغه بالانس، دغه تعادل څنګه وساتل شي چې هم د افغانستان کلچر وساتو، هم د دې وطن، هم د افغانستان ژبه او هم د دې وطن. How you do it؟ څنګه یې کولی شو؟ بسیار سخت است، باید بسیار قربانی بدین. قربانی را ممکنه ده؟ ممکن است، بله. بله ممکن است که باید شما یک راه خودتان بر خود پیدا کنین. اول خود قناعت بدین که من در زندگیم چی میخوایم، آینده چی است و من چند سال بعد در کجا میرسم. باز وقتی که شما میفهمین که چند سال بعد شما یک آرامش دارین، اما 5 سال یا 10 سالی که در نارامی هستین، بالاخره میگین که من آرام میشم. و همیشه امید با آینده داشته باشین. دیبا جان، سوال آخری، از تجربه که شما دارین در این کشور، با اولادایتان کار کردین، طبعا یک تربیت سالم دادین برایشان، چی فکر میکنین برای افغانستان چی چیز مهم است که در مورد به اصطلاح آبادانی افغانستان مؤثر و موفق واقع شود؟ امی که ما یونیتی داشته باشیم، کلگی ما همدست شویم و یاد بگیریم که طفلا را همراهش چی برخورد بکنیم، کمیونیکیشن یاد بگیریم که هر چیز ساده هست، ما میتونیم هر مشکل حل میشه. هر مشکل رای حل داره، مگر باید نفرش پیدا کنیم و مشکل کدام مشکل از کجا شروع میشه، با کی گپ بزنیم. امیر ما آرزو میکنم برای همه مردم افغانستان که اونا از مشکلات برن، چون ما دردشان دیده نمیتونم و همیشه خواستیم که هم دردشان باشم و از دردشان گپ بزنم و رای حل برشان بگویم. مننه. د دیبا جان وروستی پیغام هم دا و چې په افغانستان کې ماشومان لکه نیالګي داسې دي. د افغانستان د رغونې دپاره، د بیا جوړونې دپاره، د افغانستان د جوړېدو دپاره په ماشومانو پانګونه وکړئ، سمې وروزئ، ښه تربیه ورکړئ او سمې لارې ته یې برابر کړئ او مهرباني ورسره وکړئ.